هستم از لغمان، از منطقه آریک. برادر عزیز، مشکلات زندگی در این وقتها خیلی زیاد شده، خصوصا از خودم. دست بیکاری و یک روز کار پیدا میشه و مثلا 3-4 روز دیگه نمیشه. خدا این مالی هم این قسم خوردم آرد دین روز تمام شده. مشکلات زندگی است. اگر کسی مثلا پیدا شود با چه یا کراچی یا مثلا یک دکانداری یا هر چیزی که باشه برای ما فرق نمیکنه. خواهش میکنیم از کسایی که کمک میکنن، دعا میکنیم برشان. قدر کمک شما برادران نیاز داریم. تشکر میکنیم از موسسه افغان ریلیف. در آینده میخواهیم از شما که برای ما کمک بکنین که تا یک کاروبار چیزا ما جور کنیم که در خانه مشکلات زندگی ما رفع شود.